این پکوله که بر سر دارم این توفه بزرگوار شهید عامل صاحب است. لحظه که به من لطف کرد میدانم عادت نداری، اما من ایسی یادگاری را نگاه که پیشید. این تاریخ ساز است، واقعا تاریخ ساز بود. ولی از زمان تا به امروز این پکول نیمی از جهان با ما سفر کرده، از ژنو تا به چین و از چین تا به هند، از هند تا به ناروژ و کجا و کجا. اما این پکول دور نانداختم، احترام ارزش میدم و این پکول تاریخ ساز است. برای اینکه ارزش کار خود نمیدانن و ایمانا که ارزش خود نمیدانن. عامل صاحب میگفت مبارزه ما به خاطر اطلاع وطن، آزادی و عدالت، زیستی با همی و برابری است، نه به خاطر مقام چوکی. و ما علاقه به جنگ نداشتیم، ولی ما مجبور شدیم بجنگیم. جنگ به خاطر آزادی خاک و وطن. ما با روسا جنگیدیم. ما با هموطنان خود علاقه به جنگ نداریم. جنگ حرام است. اسلام با اسلام نمی جنگه. حزب کمونیست بعد از رفتن شوروی در حال فروپاشی بود. به چی امکانات مادی و معنوی روسا محدود شده بود و دولت ناگزیر بود با یکی از طرفهای نیرومند، خوب و مردم دوست که میدانستند با حضور اونا در شهر کابل در قدرت به رهبران حزبی و اعضای حزب صدمه نمیرسه، سرانجام تصمیم بگیرتند که قدرت را به مسعود به نحوی تحمیل بدن. چرا مسعود یگانه شخصیت میانه رو اعتدال پسند و ترقی خواه بود. همه را میدانن، ولی آرزوهای مسعود در مقابل هجوم امپریالیسم، تداوم جنگ‌ها از طریق آقای حکمتیار و دیگر گروه ها داخلی که ضروری نیست نامشان بگیرم، شما میدانه با اونا سبب ازی شدن که همون شیرازه جهاد و شیرازه حکومتداری یا ناتوانی نیروهای گروه های اسلامگرا در قدرت سیاسی تضعیف کردن و سرانجام به جنگ‌های داخلی منجر شد و به ناکامی. بعد که مجاهدین به قدرت رسیدن، دولت رسما تحویل شدن، ولی جنگ‌های بین التنظیمی سبب بدبختی‌های جامعه کشور و مردم شد. تنظیم‌ها فرو پاشیدن یا رهبرشون نابود شدن و یا متواری. اما در فرجام طالب به وجود آمد. طالب یک پروژه استخباراتی بود و تا آخرین دقایق در مقابلش مقاومت صورت گرفت، اما خائنانه اطرافیان مسعود به مسعود خیانت کردند و او به شهادت رسید و زمینه باز شد برای حضور خارجی ها در افغانستان که نتیجهش امروز بعد از رفتن خارجی ها حاصلش طالب است. و طالب